آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهور و محبوب افغان وفات کرده است؟ دلیل نشر تصاویر تازه وفات نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ نغمه در کدام کشور زندگی می کند و چرا دیگر آهنگ جدید نداشته است؟ و دوستداران نغمه در کدام کشور از وی حمایت کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند مشهور و محبوب افغان بیشتر از 15 سال می شود آهنگ می سراید و آهنگهایش مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. تا کنون آهنگهای نغمه در میان مردم افغانستان جایگاه هنری خاص خودش را داشته است. نغمه هنرمند محبوب و پرآوازه افغان تصاویرش تازه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا وفات کرده است. این همه در حالی است که نغمه بعد از جدا شدن از منگل بار دیگر ازدواج کرد و در کشور امریکا زندگی خوش و آرامی داشته است. نغمه هنرمند محبوب و پرآوازه افغان تا کنون فامیلش در این باره ابراز نظر نکرده است، ولی برای مدت طولانی است که از هنر موسیقی به دور بوده است و آهنگ جدید نسروده است. ولی هر انسان خودش میداند و زندگیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه همیشه خواهانیم. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من تشریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.